سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ من برگشتم با یک ویدیوی دیگه و یک دستگاه دیگه. یه دستگاه جدید گرفتم که گفتم بیام به شما هم نشون بدم. پس با من همراه باشید. خب این دستگاهی که اینجا میبینید مبلشور و فرشوره که ما قرار بود که مبل فرشامون رو بشوریم. بعد دستگاهش تقریبا 200 یورو بود. گفتیم که به جای اینکه یه دستگاه جدید بخریم اونو کرایه کنیم. این دستگاه رو میشه از DM و با هاوس کرایه کرد که باید زنگ بزنین از چند جا بپرسید برای آوسلاین این دستگاه ها، ببینین کجا فرفوگباره و اونجا سفارشش بدین. برای تهیه این دستگاه باید 200 یورو کاتسیون بدید که اونو به شما میدن. برای کرایه کردن این دستگاه شما باید اول این مایه رو بخرید. برای خرید این مایه شما 20 یورو پول میدید که دیگه لازم نیست واسه کرایه این دستگاه هزینه‌ای بپردازید. همون 200 یورو کاتسیون یعنی پیش پرداخت، چی میگن، رهن، کافیه. و این دستگاه همونطور که میبینین 2 تا سری داره. این سری کوچکتر واسه شستشوی مبله، این سریه بزرگتر واسه شستشوی فرشه. ما این دستگاه رو گرفتیم واسه شستشوی این فرش و یه مبل و فکر میکنم که این مایه واسه 3-4 بار استفاده کافی باشه. شما یعنی اگر که 4 تا وسیله دارین که قراره که بشوریدش، فکر میکنم این مایه، یه دونه مایه واسهش کافی باشه و ما هر دو رو استفاده کردیم. تقریبا نصف مایه اضافه اومده. این قسمت همون قسمتیه که آب و مایه رو باید قاطی کنیم بریزیم که یک حدی هم داره اینجا همونطور که میبینید. این قسمته که آشغالایی یعنی مایه هایی که از شستشو خارج میشه و میریزه که این سطل رو بعدش میتونین خالی بکنین. این دکمه هم که میبینید این دکمه اسپری کردن مایه و آبه. این دکمه هم دکمه مکششه که شما باید همزمان این دوتا رو فشار بدید و روی این دستم این دکمه رو فشار بدید. این دکمه همون اسپری کردنه، خودش هم اتوماتیک مکش رو انجام میده. خب بهتره قبل از شروع کار حتما اول این مایه رو روی فرش یا مبلتون تست کنی و ببینید که رنگ نده. مرحله بعد پر کردن مخزن از آبه. خب برای تمیز کردن فرش احتیاج به این ماده داریم که بهتون نشون دادم. بستگی به اینکه فرش چقدر کثیف باشه، حالا یا هر چیزی که قراره که شستشو انجام بدیم، بین 6 تا 8 تا از این دریا توی آب گرمی که آماده کردیم میریزیم. حالا من 6 تا از این ماده رو 6 تا از این ماده رو میریزم توی آب گرم به این شکل. محلول مایع و آبی که درست کردیم و بریزیم توی این محفظه. خب سطلی که خالی کردیم مایع رو حالا و خودش رو این جلو قرار بدیم که آبی که از شستشوی اون چیز که داریم شستشو میکنیم برمیگرده بریزه اینجا. بعد درش هم میذاریم. خب دستگاه الان آماده است. همونطور که گفتم این دکمه ها رو هم خب دستگاه آماده شد. همونطور که میبینید به شکل جارو برقی میمونه و من قراره که این فرش رو باهاش بشورم. برای شستشو هم باید این 2 تا دکمه رو که اینجاه روی دستگاه رو همزمان با هم فشار بدم و از جلوی فرش اینو به سمت عقب بکشم و همزمان وقتی که این کارو میکنم این دکمه‌ای که این زیره که مایع رو میریزه روی فرش رو فشار بدم. ولی وقتی که اون 2 تا دکمه رو زدیم اون خودش مکش داره، یعنی همزمان هم مکش رو انجام میده هم مایع رو میریزه.
پس وقتی که دارم همزمان میکشمش عقب باید این دکمه رو هم فشار بدم. حالا اگر که یه جایی مثلا مایع بیشتر شد میتونی دستتو از روی این دکمه برداری و این فقط مکش رو انجام بده، یعنی که آبایی که روی فرشه رو همه رو بکشه. خب حالا من توضیحات رو انجام دادم، میریم که با هم ببینیم که این دستگاه چطوری کار میکنه و واقعا فرش رو تمیز میکنه یا نه. خب یه دور دیگه باید همه این مراحلی که انجام دادیم و با آبم انجام بدیم و آخر سرم با مکش، به خاطر اینکه تمام موادی که توی فرش شستشو بشه با آب. بعدم که با مکش دیگه همه آبا کشیده بشه و بذاریم که خوش بشه. خب اینم از نتیجه. به نظر من که خیلی تمیز شده نسبت به قبلش. نظر شما چیه؟ خب همونطور که دیدید خیلی خوب و راحت شستشو انجام شد و من فکر میکنم که نیازی نباشه که آدم یه دستگاه اضافه بخره واسه شستشوی فرش و مبل و خب هم جاگیره، همین که تقریبا فکر میکنم 200 یورو پولش باشه و ما تونستیم با 20 یورو این دستگاه رو کرایه کنیم. خیلی راحت بود. حالا اگر که شما شاید بچه داشته باشین و قرار باشه هر هفته یا هر ماه مبل و فرشاتون رو بشورید، فکر میکنم که لازم باشه که این دستگاه رو بخرید. ولی برای من که اصلا بچه ندارم و زیاد کثیف نمیشه فرش و مبل، همون یک بار در سال با کرایه کردن فکر میکنم واسم کافی باشه. خب امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه. پس تا ویدیو دیگه، خداحافظ.